салом. ахбори муҳимтарини рӯзро аз студияи радиои озодӣ аз шаҳри Прага ман Шаҳлои Гулхоҷа тақдим мекунам. имрӯз дар барнома дар интихоботи президентии Иёлоти Муттаҳидаи Амрико номзади ҷумҳурихоҳ Дональд Трамп пирӯз шуд. ҳоло фурсати он аст ки амрико захмҳои тафриқаро муолиҷа кунад. мо бояд ба ҳам оем. ба тамоми ҷумҳурихоҳон ва демократҳо ва мустақилҳо дар ин кишвар мегӯям ки мо бояд ҳамроҳ ва мардуми муттаҳид шавем. ба ҳар шаҳрванди сарзаминамон ваъда медиҳам ки раиси ҷумҳури ҳамаи амрикоиҳо мешавам. ин бароям бисёр муҳим аст. оё Дональд Трамп дар фатҳи қуллаҳои сиёсӣ ба мисли соҳибкорӣ муваффақ хоҳад шуд? ва интихоботи президентии Амрикоро дар Тоҷикистон ҳам пайгирӣ карданд. барномаро бо пирӯзии Дональд Трамп, номзади ҳизби ҷумҳурихоҳ дар интихоботи президентии Амрико шурӯъ мекунем. бархилофи пешгӯиҳо, Дональд Трамп, сармоядори 70-сола, раиси ҷумҳури 45-уми Амрико интихоб шуд. аксари райдиҳандагони аёлатҳои муҳими Амрико бо вуҷуди пешниҳодҳои ҷанҷолии Дональд Трамп дар нисбати Ҳиллари Клинтон бартариро ба ӯ доданд. номзад аз ҳизби ҷумҳурихоҳ аллакай дар ҳузури садҳо тан аз ҷонибдоронаш пирӯзии худро эълон намуд. Ҳиллари Клинтон низ зоҳиран мағлубияташро эътироф карда Дональд Трампро табрик намудааст. назарсанҷиҳо шикасти Трампро пешгӯӣ мекарданд, аммо ӯ интихоботро бурд. соҳибкоре ки ҳеҷ гоҳ дар ниҳоди давлатӣ кор накардааст, раиси ҷумҳури 45-уми Иёлоти Муттаҳида интихоб шуд. ҳоло фурсати он аст ки амрико захмҳои тафриқаро муолиҷа кунад. мо бояд ба ҳам оем. ба тамоми ҷумҳурихоҳон, демократҳо ва мустақилҳо дар ин кишвар мегӯям ки мо бояд ҳамроҳ ва мардуми муттаҳид шавем. ба ҳар шаҳрванди сарзаминамон ваъда медиҳам ки раиси ҷумҳури ҳамаи амрикоиҳо мешавам. ин бароям бисёр муҳим аст. دونالد ترامپ معرکه انتخاباتیش را با وعده عظمت پیشین امریکا را برمیگردانم پیش برد. برای رسیدن به این هدف گفت که تجربه با صاحبکاریش را استفاده میبرد. دونالد ترامپ در خانواده ثروتمند به دنیا آمده است. پدرش فرید از حساب ساختمان و فروش اموال غیر منقول در نیویورک ثروتمند شد. دونالد ترامپ راهی پدر را پیشه کرد و برای اجرای طرح‌هایش از او میلیون‌ها دلار قرض گرفت. حالا به گفته خودش تجارتش میلیاردها دلار ارزش دارد. بزرگترین طرحش ساختمان مناره ترامپ در مرکز نیویورک او را نامدار کرد. بعد از این ترامپ به ساختمان مهمانخانه‌های با حشمت شروع کرد. در کتاب‌های هنر معامله و هنر بازگشت او فلسفه تجارتش را نشان داده و گفته است پیش از همه باید هدفی بزرگ داشت. من این کتاب را چون دستور برای تجارت نوشتم، اما در آن درباره خودم چون انسان و مناسبت‌هایم چیزی زیاده هست. کتاب تجارت رسیدن به موفقیت و رفع مشکلات را می‌آموزد. فکر می‌کنم برای انسان‌ها همین جالب است. کتاب‌های ترامپ سرخریدار و مؤلفش شهرتیار شد. مطبوعات زرد هم با جزئیات از ازدواج‌های دونالد ترامپ می‌نوشت. اول به ایوانا زلنیچکووا، سپس به مارلی میپلز و در آخر به همسر حاضرش ملانی کنافس. در جشن‌های عروسیش هنرپیشگان شناخته هالیوود حضور داشتند. بعد چند وقت خودش ستاره تلویزیون شد. در برنامه تلویزیونی نامزد داوطلبان حق کار در یکی از شرکت‌های ترامپ را به دست می‌آوردند. من به تو گفتم که فردی محبوب ندارم. زیرک پیدا شد. من هم زیرک هستم. سوال ابلهانه. اما هر خاکی که ترامپ به دست می‌گرفت به زر تبدیل نمی‌یافت. در سالهای 90 سه کازینوش در نیوجرسی مفلس شد. تا سال 2009 سه شرکت دیگرش به عین سرنوشت دچار آمد، ولی او هر دفعه به پا می‌خیست. سال 2015 دونالد ترامپ از عزمش برای رئیس جمهور شدن خبر داد و در مرکز توجه قرار گرفت. برای حل مسئله مهاجرت غیر قانونی از مکزیک به آمریکا او پیشنهاد جنجال برانگیزی کرد. من یک دیوار بزرگ می سازم. باور کنید من بهترین دیوار را می سازم. گران نمی شود. ما در مرز جنوبیمان دیواری بزرگ می کشیم و پول آن را مکزیک می دهد. این گپ های مرا در یاد بگیرید.
بیانیه‌های ترامپ در جریان معرکه انتخاباتی مردم را به خشم آورد و تظاهرات برانگیخت. او از مکزیکوی‌های تجاوزگر و قاچاقبر سخن گفت و قول داد مهاجران غیر قانونی را میراند، دیگرانشان را نمیگذارد به امریکا بیایند. ترامپ وعده داد برای مبارزه با تروریسم ورود تمام مسلمانان به امریکا را منع میکند، ولی بعداً از این وعده‌اش دست کشید. اما جنجال بزرگترین به سرش دیرتر آمد. روزنامه واشنگتن پست یک ویدیوی صحبت دونالد ترامپ درباره زنان را نشر کرد. صحبتی که جامعه امریکا از آن به خشم آمد. میدانید زیبایی مرا به خود میکشد. من به بوسیدن آنها شروع میکنم. مثل آهنربا هستند. من منتظر نمیشوم، فقط میبوسم. ولی در مناظره‌های تلویزیونی خواست این صحبت‌ها را به اهمیت نشان بدهد. این یک صحبت خصوصی بود و من از آن افتخار نمیکنم. بعد از صحبت جنجالی چند زن ادعا کردند که دونالد ترامپ با آنها دست درازی کرده است و یا به اجازه آنها را بوسیده است. او می‌خواست مرا به آغوش بگیرد و من او را تله دادم. ترامپ قاطعانه همه ادعاها را رد کرد و گفت بعد انتخابات زنان را به دادگاه می‌کشد. در جریان کارزار انتخاباتی او را برای آشکار نکردن مالیات پرداختش سخت تنقید کردند، کاری که نامزدها از سال 1980 به این طرف انجام دادند. در مسئله سیاست خارجی مخالفانش از میل ترامپ به نزدیکی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اظهار حیرت می‌کردند. ترامپ این را نادیده گرفت و گفت با پوتین آشنا نیستم. اگر با هم بسازیم خوب می شود. اگر امریکا و روسیه یک جای با داعش بجنگند خوب می شود. بعضا وقت دونالد ترامپ گفته است در انتخابات به ضد او تقلب میکنند، ولی از انتخابات پیروز بیرون آمد. حالا مقام بلندترین دولتی در کشور قدرتمندترین جهان نصیب او شده است. غلبه دونالد ترامپ در انتخابات پرزیدنتی آمریکا در حالی است که تا آخرین لحظه نظرسنجی‌ها پیش‌صفی هیلاری کلینتون را نشان می‌دادند. از جمله خبرگزاری ریترز که یکی از این نظرسنجی را انجام داده است نوشته بود که خانم کلینتون 90% شانس پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را دارد. ولی حالا ترامپ که یک عمر به تجارت مشغول بود به کاخ سفید می‌کوچد. همکارم طاهری سفر این موضوع را با مردو سوغام مدیر منطقوی رادیو آزادی در میان گذاشت. آقای مردو، همه پیشبینی و نظرسنجی ها خطا بود یا چی شد که هیلاری کلینتون شکست خورد؟ اول اجازه بدید توضیح بدم که نظرسنجی ها همیشه درست نیست. اکثر اوقات نظرسنجی ها 1 یا 2% اشتباه میکنن. دوم، در نظر داشته باشیم که توافق آرا در سراسر آمریکا حدود کمتر از 1 میلیون بود. یعنی از حدود 120 میلیون رای تفاوت 1 میلیون، تفاوت چندینی نبود. بنابراین این اشتباهات اتفاق میفته. اینجا چند مورد ممکنه وجود داشته، چند دلیل. یکی از دلایلی که پیشبینی ها درست نبود این هست که قشر ساکتی برای ترامپ آمد بیرون و در انتخابات شرکت کرد. این قشر ساکت افرادی که شاید در 20 یا 25 سال اخیر به ندرت در انتخابات شرکت کردند، ولی پیامی که ترامپ میداد این آدم ها را جذب کرد، هیجان انگیز کرد و این آدم ها آمدن و در انتخابات شرکت کردند. مؤسسه هایی که نظرسنجی را انجام میدن معمولا نظر اون افرادی را میسنجند که معمولا در انتخابات شرکت میکنند و خیلی دشوار حدس بزنه اون مؤسسه که چه اشخاصی که هیچ وقت نبودن در انتخابات این بار خواهند آمد. بنابراین کمی از این لحاظ کمبود داره نظرسنجی ها، متد نظرسنجی ها. و بیانیه های جنجالی دونالد ترامپ که به همه معلوم است، ساختن دیوار بین مکزیکو و آمریکا و همین گونه راندن میلیون ها مهاجر غیر قانونی، آیا این کارها را در واقع اکنون در عهد ریاست جمهوریش کرده می تواند؟ من تردید دارم. همین امروز در سخنرانی خود وقتی که خودش به خانواده خودش و به هوادارانش تبریک گفت و اعلام کرد که انتخاب شده، حتی یک کلمه درباره مهاجرین حرفی نزد.
البته فکر میکنم که مجبور میشه یک پلانی پیشنهاد کنه در این مورد که چه نوع قوانین جدیدی لازمه برای سازماندهی این اوضاع هرج و مرج. واقعا مهاجرین قانونی خیلی کمتر از مهاجرین غیر قانونی هستن، همچنین که میدانی در آمریکا، و هرچند 30-40 سال دیر، ولی این حکومت مجبوره یک کاری بکنه، یک قانونی بگذرونه، یک پلانی را اجرا کنه. تشکرش. برنامه را ادامه می‌دهیم. در تاجیکستان جریان برگزاری انتخابات پرزیدنتی در آمریکا را نه تنها نظارت کردند بلکه در گوشه آمریکایی در دوشنبه آوازدهی رمزی را تشکیل نمودند. در این رایدهی خبرنگاران و دیپلمات‌های خارجی از جمله سفیر آمریکا و همچنین نمایندگان جامعه شهروندی شرکت کردند و طوری معلوم شد اکثر آنها جانبداری هیلاری کلینتون بودند. سفیر آمریکا در تاجیکستان اظهار باوری کرد که نوبسته از نتیجه انتخابات انتقال قدرت این بار هم صلح‌آمیز صورت میگیرد. عبدالله شروف موضوع را ادامه میدهد. در اینجا در گوشه آمریکایی در شهر دوشنبه از ساعت 6 صبح به وقت محلی بسیاری از جوانان تاجیک همراه با کارمندان سفارت آمریکا از جریان انتخابات آمریکا به طور مستقیم نظارت می‌کردند. سفیر آمریکا در تاجیکستان از همتایان دیگری خویش در گوشه آمریکایی پذیرایی کرد. همچنین برخی از خبرنگاران نیز به طور مستقیم از انتخابات رئیس جمهوری آمریکا در اینجا به طور مستقیم نظارت می‌کردند. سفیر آمریکا در تاجیکستان خانم الیزابت میلر در شرح جریان انتخابات در دوشنبه گفت شما دموکراسی را در عمل می‌بینید. چیزی که ما حالا در اینجا می‌بینیم این دموکراسی در عمل است. باید گویم که در کشور من نخستین پرزیدنت سال 1789 انتخاب شده بود. از آن زمان تا کنون ما 34 دوره انتقال مسالمت‌آمیز قدرت را از سر گذرانیدیم. امروز نیز ما شاهد انتقال صلح‌آمیز قدرت خواهیم بود. این صبح در اینجا به طور رمزی یک انتخابات خرد دایر کرده شد که در آن بیشتر جوانان تاجیک شرکت کردند، آنهایی که در گوشه آمریکایی تحصیل میکنند و در این انتخابات کوچک بیشتری رای دهندگان به جانبداری از خانم هیلاری کلینتون آواز دادند. اما رای دهندگان اصلی در انتخابات آمریکا البته شهروندان خود آمریکا هستند که در قلمرو آن آواز میدهند و آنها البته از نامزد حزب جمهوری خواهان جناب دونالد ترامپ حمایت کردند. این نتیجه انتخابات البته برای بسیاری ها غیر منتظره بود. در تاجیکستان هم اکثریت بر این بودند که خانم هیلاری کلینتون در این انتخابات پیروز خواهد شد. در جریان انتخابات در اینجا در دوشنبه دو گروه از جوانان تاجیک سبقت مباحثه را آغاز کردند و در این سبقت آنها سیاست آمریکا در رابطه با مهاجرت را بررسی کردند. البته گروه غالب آمد که از موقع حزب دموکرات در نسبت مهاجرت جانبداری می‌کردند و آنها البته از سیاست پیشگرفته دونالد ترامپ که میگفت مهاجرت بر زیان آمریکا تمام می‌شود انتقاد کردند و آنها در این مباحثه غالب آمدند. عبدالله شروف، امرالدین علیموف، رادیو آزادی، دوشنبه. و چند دقیقه پیش در ورزشگاه مرکزی دوشنبه بازی دوستانه میان دسته‌های منتخب ملی فوتبال تاجیکستان و ترکمنستان شروع شد. بار آخر فوتبالبازان این دو کشور 6 سال پیش با هم رقابت کرده بودند. در مجموع منتخب تاجیکستان با ترکمنستان در مدت 24 سال 7 بار در میدان فوتبال روبرو آمدند. تنها در دو بازی فوتبالبازان تاجیک غالب آمده، دو بازی دیگر با حساب مساوی انجام یافته بود. این دفعه پیروزی نصیب کی می شود؟ در سامانه azadi.org پیگیری کنید. با نشر این خبر برنامه امروز را پایان میبریم. خبرهای بیشتر را میتوانید در وبسایت ما بخوانید و نوارهای جالب را در یوتیوب تماشا کنید. صفحه ما در فیسبوک و ادنا کلاسیک هم قابل دریافت است.